گنگ یک فورال تایم آقا. رضا پیشرو برگشته با یه آلبوم نیروانا اگه اشتباه نکنم. یه ترک به اسم بله قربان تو آلبوم من دیدم همین الان روی یوتیوب آپلود شده فیت پوریا پوتک. ببین یعنی سم داره میباره از این تایتل و اصلا از این اتفاق. رضا پیشرو از این همه وقت برگشته. سم از نظر سرطانی بودن موزیک من دارم میگم خیلی عجیبه، خیلی انتخاب فیچرینگ عجیب بوده. یه فیت با پوتک، یه فیت با کنیس. قرار بریم فیت پوتک رو گوش بکنیم. از آخرین فیتشون با هم واقعا خاطره خوبی من حداقل ندارم. توی آلبوم نسبتا ضعیف اومد بیرون و فیت نسبتا ضعیفی هم بود هر دو ورس. میریم ببینیم بله قربان چجوری بوده از رضا پیشرو. جوری که من شنیدم انگار رضا پیشرو قدیم رو توی این آلبوم داریم. برو بریم آقا، بریم. تو این بازی هر کی فکر سود خودشه، اسپانسر اگه پولی میده پول دوئله. واسم دارم انرژی میدم به روح صبرت، تو که کلی کونده بازی داری کونه تو بده. ما اصلا اسپانسر خیلی کمه تو این بازی، هر چقدر ویو بالا باشه. جدیدن داره بهتر میشه ها، جدیدن یه کوچولو داره بهتر میشه. و اصلا یه پلنی بود من خودم به رضا پیشرو پیشنهادش دادیم، یعنی یه کوچولو الات مونده. کاش اون موقع قبل قضیه مهسا امینی بود و قطع مهسا امینی خیلی پلن جذابی بود که 3-4 تا اسپانسر دنبالش بود و نشد که بشه حالا شاید آینده. خودشه اسپانسر اگه پولی میده پول دوئله. واسم دارم انرژی میدم به روح صبرت، تو که کلی کونده بازی داری کونه تو بده. ما قبل نابغا دورم بودیم، نمی کشیدیم نمی زدیم گل معمولی. گذاشتیم هر کی با رپ بزنه شو بندونی، قبل اینکه کسی رپ و لپ بزنه متهم بودیم. تو پارک میخوندیم رو بیت، تو پارک میکوبه رو شیشن نمی کشیدیم نمی زدیم گل معمولی. گذاشتیم هر کی با رپ بزنه شو بندونی، قبل اینکه کسی رپ و لپ بزنه متهم بودیم. تو پارک میخوندیم رو بیت، تو پارک میکوبه رو شیشن و جلو میریم با اینکه پا میدون. چه هدی داره میده به من. البته اینو میم نکنید بچه‌ها. گل معمولی گذاشتیم هر کی با رپ بزنه شو بندونی، قبل اینکه کسی رپ و لپ بزنه متهم بودیم. تو پارک میخوندیم رو بیت، تو پارک میکوبه رو شیشن و جلو میریم با اینکه پا رو میدون مینه چیه. تو سربازی یا یه مولتی میلیونر یا یه بازنده چاقال که به زودی میسوزه. ما داشتیم واسه چه هدفی زور میزنیم ها جواب شعب الهل داده تو توییتر. همون رضا پیشرو وحشی رو دارم میبینم من. خیلی گذشته از اون دوران رضا، واقعا خیلی گذشته. نمیدونم هنوز طرفدارش انقدر دوست دارن اونو یا نه. احتمال نوستالژیک خیلی از ریلی یک. تو سربازی یا یه مولتی میلیونر یا یه بازنده چاقال که به زودی میسوزه. ما داشتیم واسه چه هدفی زور میزنیم ها جواب شعب الهل داده تو توییتر. اطاعت حتی نمونده اشتاش برام، با اینکه خیلی وقتا بوده ما یه افتخار برام. سر کنم که بشه نقشه ی انتقام خراب، از سری خرق کنیم بعدا بشه زدال برام. و سلامتی اون رفیق که نداشت ادعا برام، به خدایانی که با چشم میدید اعتقاد نداشت. خدایانی که با چشم میدید اعتقاد نداشت. ببین اوکی مثلا یه سری آدم میگن ما آتئیستیم برای اینکه خدا رو ندیدم و میگن اوکی ما چیزی که ندیدیم نمیتونیم بپرستیم. کسی که خدایانو با چشم میبینه و نمیپرسته عجیبه. بشه زدال برام و سلامتی اون رفیق که نداشت ادعا برام، به خدایانی که با چشم میدید اعتقاد نداشت. همه کونیا باید از اشتباه دران، نسل یک نور بوده این هند ماجرا. اگه با چوب درخت که قلم به دست حاجی دقیقاً با استایل نسل یکی یا استایل اول سول اومده قشنگ بزنه و یه تیکه به بچه نسل 4 داشت دیگه. حالا نمیدونم نسل 4 آردی بچه‌ای که جدیدترن یه کوچولو کلا خیلی بحث شده بود این چند وقت راجع به این موضوع. و نسل یک نور رپ فارسی اگه نبود رپ فارسی حالا شاید وجود می-داشت ولی در خیلی بعدها مثل رپ افغانستان الان تقام خراب از سری خرق کنیم بعدا بشه زدال برام. و سلامتی اون رفیق که نداشت ادعا برام، به خدایانی که با چشم میدید اعتقاد نداشت. همه کونیا باید از اشتباه دران، نسل یک نور بوده این هند ماجرا. اگه با چوب درخت منه که قلم به دستیم، من نیازی نمیبینم این همه ازم بترسیم. چه میکس و مستری چرا من یاد نامحدود میندازه فلوش. همه جور خبر داری من نقشه بردید نمیشیم و صدای تق تق ترق جفیر. با اینکه خیلی چیزا رو به دست گرفتم اسم میکنم یه تیکه داره میندازه دیگه. ترق جفیر با اینکه خیلی چیزا رو به دست گرفتم اسم میکنم یه روز کشته میشم به دست عشقم. دل همه با من پا میشه من دلم گرفت است که شاید بارون بعدی بیاد از یه ابر بهتر. یه چیزی عجیبه تو این موزیک همون نفهمیدم تو بار اول گوش کردنش. یه چیزی مثلا واقعا رضا پیشرو همیشگی مثلا دلیوریاش فکر کنم فرق می‌کرد، چه من چینش جملاتش فرق می‌کرد. یه جور عجیبیه همه میدونی خیلی یه نواخته واسه من. خیلی یه نواخت خوب میدونی مثلا بد نیست این موضوع. پایین نمیاد موزیک هیچ وقت، بالاتر از اون نمیره. اینه خط صافو داره جلو میره واسه خودش. با اینکه خیلی
چیزا رو به دست گرفتم، حس میکنم یه روز کشته میشم به دست عشقم. اون لحظه رو ندارم من بگم پشما، اون لحظه رو ندارم اینجوریشم، همش دارم هد میزنم میدونی. با من پا میشه من دلم گرفت است که شاید بارون بعدی بیاد از یه ابر بهتر. اینا رو نگه داشتم تو خیال مانی، تا حالا همه امتحانا رو پیاده دادیم، تا تو پارکینگ واسالی جلو در آسانسور که هر کی بالا میره رو بیاری پایین. تو پارکینگ وایساری جلو در آسانسور که هر کی بالا میره رو بیاری پایین. وای میسی رفت بالا، اون دکمه رو میزنی چرا؟ چون دکمه جی آسانسور خرابه، تو کار در همین حده. بعد تو پایین این معنی اول، معنی دوم تو پایین آورنده بقیه حاجی، بقیه که دوست دارم برم بالا. کسی به ما ربطی نداره وقتی هر کی تو پشت بوم خودش تکتیر اندازه، میتونی ببندی روی برده هستم. کلا کانسپت موزیک اینه که سر تو کون خودت بشه، میدونی؟ گوخوری ملت نکن، همینه موضوع. کانسپت اصلی که من تا اینجا فهمیدم. حال میده اگه یه رو شرطی هم باشه، تو که تا اینجا اومدی کردی اندازه، بیا یکم بمالم دستم دردی نداره، ترک همسال تو بودن که ترکی نداره. تو گوز حالا اومدی تو کونمون سایز ایرومون دیدی، بیا بمالم درد نداره اندازه، بیا یکم بمالم دستم دردی نداره، ترک همسال تو بودن که ترکی نداره. تو گوز گوز کن کس خور هرچی برنامه. بله بله قربان، وای حاجی همونه، سلطان این همون رضا پیشروه. نیرو تو پاش گفتیم بازی نکردم رو تخت، بیا بغلم بیا بغلم. همه جور میرسه بهم هنو خیابون و اسپید دیده به اوجی ترین رپر ایران. من داشت جوگیرم که دارم این حرف رو میزنم، ولی The King in کجا؟ The King in رپ فارسی. وقتی گیم آف ترونز رو 10 بار دیدی. نمیزنم تو پارک اودی، هنوزم رو صدای تو پاک اوجی. بله بله قربان. بیا پارچ میریم بیا پوتی. من الان ورس پوتک که میخوام گوش بکنم بچه‌ها، یه لحظه آروم بگیرید. پوریا پوتک خیلی داره هیت میشه، جدیدن خیلی داره هیت میشه. فقط بدون موزیک گوش بکنیم این ترک و هیچ کاری به چیز دیگه نشه باشه. بیا پارچ میریم رو بیت ریت میدیم، یه کلمه یکی میگه ریتمیک میگیم، شعر چیزایی قشنگ معلوم فرق وکالا و کیفیت وکاله پوتک و پیشرو. میکس ماستر با کی بوده؟ میکس ماستر با سهیل من میگم میکسای تتلو رو میزد من که یادمه. تتلو میکسش هیچ نقصی نداره ولی این میکس کمی. بیا پارچ میریم رو بیت ریت میدیم، یه کلمه یکی میگه ریتمیک میگیم، شعر چیزایی دیدم که تو ویترین دیدین، راه من با تو جداست پس یک تیر نینی، ولی نمیشه که ساکتین دلو، شاه با هم شما کین فاک به این فلو آه بکشید. خیلی حرفه ها. قبلا خودش گفت بود که وقتی پیشنهاد دادم $20,000 من خواست برای حق فیدن پیشنهاد مورد تو آلبوم پوتکو. همه شما کین فاک به این فلو آه بکشیم به روی تو پاک بگیم هلو، هنوزمون رپر قدیمی زنده است چلو کاراتون کریس براون میشید نیدیس کونه تو کن براون من نمیشناسم اگه آرتیست چیزیه زنده است چلو کاراتون کریس براون میشید نیدیس کونه تو کن تو پیریس براون میشید نید دیس مثلا براون میشید که قهوه‌ای میشید میرین امروتون نید دیس مثلا احتیاج داریم ببینم نیدیس نمیدونم چیه، شاید براون نیدیس اسم کسی که داره باش چیز میکنه من واقعا نمیدونم. کاراتون کریس براون میشید نیدیس کونه تو کن تو پیریس پشت هم ریلیز لفظ میام لاتی بچه شرقی بیس کونه تو کن تو کریس پشت هم ریلیز لفظ میام لاتی بچه شرقی بیس مرد شدن چاقی بدون کار نیستم بچه شرق فقط غرب. آقا تهران فقط مغرب فقط غرب، از تهران فقط از شرک به این ور. ما اینجا دیکتاتوریم بچه ها، ما اینجا منطقه پرست. بچه شرقی بیست مرد شدن چاقی بدون کار هر کی نیست، رام نمیشید گویا گفتاری بچه شرقا هم دوست داریم. شو دارم کنم پبا هم در بیفت اگه تخم داری تای گنگشونینه دوتا داف زدن واسه ما چوسی نیا بی خودی لاف نزن، ما که میدونیم پا بگیرید پا این سر رو حالا بشین $، در رو وقتی میبینی منو فرار رو دکمش چی کوشلو فلور رو ببین اینجا دونیم پا بگیرید پا این سر رو حالا بشین $، در رو وقتی میبینی منو فرار رو دکمشو بزن دیلا رو بگیر و بدون بلوف کپ از اینجا بذار برو تا نره تو سوراخ دو چیز. ببین پوریا پوتک من ورژن الان پوتک ورژن ناسای پوتک رو خیلی بیشتر از ورژن قدیمش دوست دارم، یعنی مثلا لول اپ شده و الان برای اینکه با پیشرو این ورس اسم می‌خوام یک کوچولو سرک زده اونم به قدیم خودش، یعنی تو فاز این موزیک روی اینه که آقا ما بریم به گذشته خودمون یک کوچولو برای فرهنگ نوستالژیک باشه موزیک. اگه روی این فاز خیلی درسته اینکه دوباره بده کم تکنیکی بیاد وسط اینجوری
که میدونیم پا بگیرید پا این سر رو حالا بشین دلار در رو وقتی میبینی منو فرار رو دکمه‌شو بزن دیلا رو بگیر و بدون بلوف و کپ از اینجا بذار برو تا نره تو سوراخ ده چیز تو پلو پر وقتی برگشتین پیشتون بگیرید جشن و بزنید دو قل و تپ وگرنه یه جوری میام تو کودتون باشتون بریزه بکنید میدونی تو من پلیسو که نشسته کنار در یکم بدنم آقا ما که میدونیم پا بگیرید پا این سر رو حالا بشین دلار در رو وقتی میبینی منو فرار رو دکمه‌شو بزن دیلا رو بگیر و بدون بلوف و کپ از اینجا بذار برو تا نره تو سوراخ ده چیز تو پلو پر وقتی پشمام خداییش واقعا ریسپکت پوریا پوتک هنوزم که هنوز همون سرعتی خوش با اسب روی فلو میدوه حاجی وقتی برگشتین پیشتون بگیرید جشن و بزنید دو قل و تپ وگرنه یه جوری میام تو کودتون پشماتون بریزه بکنید تپ وگرنه یه جوری میام تو نمیشه اصلا وگرنه یه جوری میام تو اصلا میخوام حرف بزنم تون نمیتونم تو من پلیسو کلانو یا اون که نشسته کنار در یعنی چیزا کاری نداره برامو منو دیدی خود شب رو در رو زندگی قشنگ تو منو یه جایی میبینی میشینی دوباره میرینی میدونی نمیتونی برسی به من ولی خب هنوزم دنبال کلیدی ببینی چی با بیدی گایدتون تو جمعمون فکر کنم که تو توش نیستی پشمام باش باز بگیری من پشمام ریخته چون اولش حال نکردم با این تیکه فاست و یه کوچولو هد بزن باش خداییش خود بیا که فاز بگیر اگه فاز نگرفتی بیا تو منو یه جایی میبینی میشینی دوباره میرینی میدونی نمیتونی برسی به من ولی خب هنوزم دنبال کلیدی ببینی چی با بیدی باید چیزی که گایدتون تو جمع میشینی پایینمون با من بخوام فیت کنم که تو توش نیستی لاش یکون اعتبارت پیشم به تعداد سیبیل پیش رو با امینم میگه با امینم میخوام فیت کنم که تو هم توش نیستی لاش یکون که گایدتون تو جمع میشینی پایینمون با من بخوام فیت کنم راجع به امینم حرف زده بود نمیدونم با اون یا نه کنم که تو توش نیستی لاش یکون اعتبارت پیشم به تعداد سیبیل فامیل دور چون پیش رو ماشین پول قول معلومه چی میشه آیدتون چاقی دنبال ما گذاشتن نداره شیتیل و جایزه توش رفیق با معرفتم همون شیله تو آینه بود باید گوشاتون رو یکی بگیرم بکنم آویزون بله قربان گفتیم تازه دارم به ما میگن چش سلطان نوجوانی رو تو پاش گفتیم میگه که اون شیر تو آینه الان گرفتم بهترین رفیقم بود بازی نکردم رو تخت با تو خودشو میگه الان همه جوره میرسه بهم هنو خیابون و اسپید میده بهم هنوزم اون رپر قدیمی زنده است OG forever for all time به قول خودش و واقعا ای والا اول موزیکش بود که گوش کردم از این آلبوم رضا پشتیاری قدیم زنده است به شدت هم آن تاپه قبرستون هیپ هاپ 2 هم اومده من بعد این ویدیو میرم کلی گوش میکنم و همینو بس بنده کو فراموش نکن